قصه از زندگی دو عاشق. پسر دختر رو خیلی زیاد دوست می داشت، ولی دختر به پسر خیانت می کند و با دیگر ازدواج می کند. روز توی پسر با هدیه به خانه دختر می رود. دختر پسر رو دیده با تعجب از او می پرسد: تو در اینجا چی کار می کنی؟ پسر می گوید: هیچ، برای تو هدیه آوردم. دختر می پرسد: این چیست؟ پسر باشد جواب می دهد: این همان قرآن است که تو با او قسم خورده بودی که تا ابد با من می مانی.